درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سرابی هم از کانال ایده ترفند. دوستان گلم، میخوام براتون یه وسیله درست کنم هم کاهنده هم افزاینده باشه. خب بریم تا یه سری قطعات نیازمونه که داخل این قسمت قطعاتمونو که گذاشتیم. دوستان یه ترانزیستور C55 میخوایم، یه ترانزیستور LM317 میخوایم، یه عددم ترانزیستور BD139، یه دونه دیود 5408 3 وات. البته اینجا ما 5 واتش هم داریم دوستان. این بزرگه، خیلی بزرگه. این از این قسمت یه دونه مقاومت 2 وات 220 اوم. تا اینجا اینا نیازمونه دوستان عزیز. خب بریم که یه مقداری هم سیم میخوایم که خب اینجا نداریم، یه جا دیگه میگیریم سیما رو. خب دوستان عزیز، ما میخوایم این ترانزیستورها رو روی هیتسینگ نصبش کنیم، روی قسمت هیتسینگ نصبش کنیم. بذار تا من اینه یه مقدار بغل اینه بخوابونم که جلو دستمون نگیره، هم از زیر جمعش کنیم که میزو باشه. خب بریم از دم اینا رو یه دونه ببندیم. خب دوستان، ما اینا رو پیچ کردیم، بعد هم گذاشتیم زیرشون که به بدنه اتصال نکنن، به هم دیگه اتصال نکنن. حالا میخوایم یه ولوم 10 کیلو دوستان نگاه کنید. خب پایه اول نه، وسطی و آخری رو به پایه دو تا پایه اولی و دومی ولوم لیم کردیم دوستان. خب به پایه ترانزیستور 317 جوشش میکنیم دوستان. دیود 5408 دوستان. خب حالا میخوایم یه مقاومت دیگه هم به این قسمت جوش کنیم دوستان عزیز، به این شکل. بذار تا من اینه یه مقدار کوتاه کنم. به پایه جوش میکنیم به این شکل. خب سر این سمتیش هم اینجا قشی میکنیم. به پایه اولی ترانزیستور جوشش میکنید دوستان.
خب اینم از این دوستان، از پایه اولیه ولوممونم یه خط میگیریم به پایه دیود جوشش میکنیم. اینو تا اینجا داشته باشید که چطوریه. از این قسمت این سمتش هم میزنیم به پایه سوم ترانزیستور اولی. این یکی از جامپرها. خب حالا یه جامپر دیگه هم میخوایم دوستان. خب اینو میزنیم به این پایه دوستان. یکم اینو بیاریم بالا. خب سمت ایوریش هم میخوره به این پایه ای سمتی رو. خب دوستان یه جامپر گرفتیم از پایه وسطی به پایه آخری ترانزیستور. از C55 برای LM317 یه جامپر گرفتیم پایه آخری به پایه وسطیمون. خب یعنی از امیتر به کلکتور وسطیمون، از امیتر به کلکتور وسطی پایمون. خب این از این. حالا جامپر دومیمون میشه از بیس ترانزیستور 55 به بیس ترانزیستور 139. خب این تا اینجا از این قسمت دوستان عزیز. خب این سمتش هم میزنیم به پایه بیس. خب بذار تا اینو قیچی کنم. خب دوستان اینو میزنیم به این قسمتی که مقاومت زدیم، یعنی پایه آخری میزنیم به اینجا. رو همین پایه ها باید بزنیمش. خب بریم تا این قسمت رو لیمش کنیم. خب دوستان اینم از ولوم دومیمون دوستان عزیز. نگاه کنید، دو تا ولوم 10 کیلوه بیدکه ورودی بدیم به این قسمت دوستان. یه ورودی میدیم به این قسمت که یه منفی هم میدیم به خب اینا میشه ورودی منفیمون مثبتمون دوستان. دو تا ورودی مونه، این قسمت هم خروجی مونه. خب بریم تا باقی کارش هم انجام بدیم. خب دوستان ما تا اینجا کاری که انجام دادیم کارمون دیگه تمامه.
یعنی الان ما این مال ولتاژمونه، این مال آمپرمونه. ولوم سمت چپ میشه ولتاژ، ولوم روبرومون که سمت راستمون میشه ولوم آمپر. خب بریم که ولتمتر آمپرمتر روش نصب کنیم که دیگه نرم با مالتیمتر و اینا بگیریم. مثلا چون هم میخوام آمپرش رو بگیرم، هم آمپرش مشخص باشه هم ولتاژش مشخص باشه، بهتره یه ولتمتر آمپرمتر روش ببندیم که راحت تر باشه دیگه. نرم مثلا 2 تا 3 تا مالتیمتر بیاریم، یکی مال آمپر یکی مال ولتاژ. خب بریم تا این کار انجام بدین دوستان. خب دوستان قرمز میذاریم برای آمپرمترمون، آبی هم میذاریم برای ولتمترمون دوستان. اینو میذاریم برای ولتمتر، اینو میذاریم برای آمپرمتر. خب دوستان بریم. ما الان خروجیمون از این قسمتی دوستان، نگاه کنید. بذار من یه دور دیگه براتون توضیح بدم که بگیری. این خروجیمونه، یعنی برقی که میخواد بیاد داخل ترانزیستورها از این قسمت میاد. این میشه مثبتش، این میشه منفی. پس خروجیمون کجا میشه؟ خروجیمون میشه یکی از این منفی ها میشه، یکی هم آخری، پایه امیتر آخریمون میشه. خب پس بریم تا ما یه ولتمتر آمپرمتر به این وصل کنم دوستان. بذار تا من اول یه کاری انجام بدیم دوستان عزیز. یه مقاومت 22 40 60 80 تا 100 اوم دوستان، میدونید هر کدوم دم دستتون باشه به ولتمترتون اضافه کنید. نگاه کنید به مثبتش، اشتباه نکنید ها، به مثبتش. الان من 40 اوم ای. بذار تا من اینو جوشش کنم دوستان تا باقی کارم بهتون بگم چطوری عزیزان. بذار تا من یه مقدار زومش کنم که معلوم بشه. ما اینو میزنیم به پایه وسطیمون دوستان، نگاه کنید به پایه وسطی ترانزیستورمون. پس میشه خروجی که از این آخری میگیریم، خروجیمون از این پایه آخری میگیریم. ما میریم قسمت سیم سوم که میشه سیم زرد. سیم زرد دوباره میزنیم به پایه آخری برای شمارش ولتاژ و آمپر دوستان. خب میمونه حالا چند تا داریم ما اینجا، نگاه کنید دوستان عزیز. بذار تا من اینو یکم بیارم جلوتر، اینم دیده بشه. بذار یکم اینو بیارم پایینتر. سیم قرمز زدم با کمک یه مقاومت 40 اوم زدم به پایه وسطی. سیمی که برای شمارشه، یعنی سیم زردی که برای شمارشه زدم به پایه آخری. منفی هم خوب میره برای قسمت منفی ما، میاد اینجا دوستان. منفی مون هم میاد اینجا. پس منفی ایچی، این منفی هم میاد، همین منفی میاد میشینه رو همین منفی که اینا دوتاشو با همن، دوتاشون میان همینجا میشینه. حالا قرمزمون به جای منفی استفاده میشه. ما چون اینو سری میکنیم قرمزمون هم به جای منفی مثبتمون هم از این قسمت میگیریم. پس بریم دوباره اینا رو هم جوش کنم، این قسمت رو جوش کنم براتون دوستان. بریم تا من اینو جوشش کنم، اینم بزنم به این قسمت. خب حالا این یکی سیممون هم بزنیم، سیم منفیمون هم بزنیم به همون، بزنیم به این منفی دوستان دیگه تا جوشش کنیم. دوستان من روی کار خیلی کار کردم، دقت کردم و یک کار خلوت و راحت براتون اجرا کردم. نرفتم با سیم و اینا، به خاطر این سیم زیاد نذاشتم. این سیما هم که میبینید مال ولتمتره. من این قسمت بدون سیم کار کردم براتون به خاطر اینکه راحت بره تو حافظتون. چون اگه ما بخوایم سیم بزنیم اینجا یه سیم میخواست، اینجا یه سیم میخواست، اینجا سیم میخواست، اینجا سیم میخواست، خیلی سیم میخواست، یعنی در هم میشد یه مقداری تقریبا سخت میشد برای کسی که بخواد این اجرا کنه دوستان گلم. به خاطر همین من بدون سیم تا اینجا این اجرا کردم که راحت بتونید کار جمع کنید و اجراش کنید.
خب دوستان گلم، بریم که ما اینو بندازیم این سمت که یه جوری بندازیمش که یه مقدار سیما کوتاه. بذار تا من یه مقداری دوباره سیما رو بلند کنم. سیما کوتاهن، بذار بازش کنم، یه مقدار سیم بهشون اضافه کنیم. اینا رو تست کنیم دوستان. یه ولتاژی این منفی مونه، اینم مثبت. خب دوستان، این دوتا خروجی ها مونه. بذار ببینیم چقدر ولتاژ داریم. 9 21 26 تا داریم. ما با مولتیمتر هم یه خروجی بگیریم دوستان. پس این منفی من شد، قرمز ولتمتر، اینم مثبت من شد. 26 و 51 دوتاشو یکی دوستان، نگاه کنید. خب حالا ما میخوایم یه لامپی باش روشن کنیم دوستان. خب دوستان، این مثبت، اینم منفی. ما دیگه مولتیمتر. خب این مال ولتاژمونه دوستان عزیز، نگاه کنید. این ولومی که گفتم این مال ولتاژه، این مال آمپره. نگاه کنید دوستان. خب بذار من آمپر ببندم. من الان اینو میذارم رو 20. بذار این مقداری کمش کنیم، رو 20 میذاریم. حالا بذار آمپر هم بهش بدیم. اینم چرا روشن نمیشه دوستان؟ فکر کنم ولتمتر خرابه. دوستان عزیز، متاسفانه ولتمترمون قسمت آمپرش خرابه. باور کنید اینه من 50 آمپر 100 گرفتم، یعنی این باید الان حدود 200 من پول اینو دادم، 200,000 تومان. نگاه که کارم نمیده. اولین بارش هم باش کار میکنم. قبلا هم باش کار نکردم، اصلا کار نمیده متاسفانه. جنس ها همش رو قلابی شدن باشیم. خب حالا ما ولتمتر حذف میکنیم دوستان. بذار تا ولتمتر حذف کنیم. ولتمتر دیگه هم دم دست ندارم الان روش کار کنیم. بذار یکم اینو بکشیم پایین‌تر که راحت دیده بشه. مولتیمتر صفر دوستان. ما این استری کردیم دوستان، اشتباه نزنید ها. نگاه کنید، مثبت دادیم به منفی لامپ، منفی دادیم به منفی ورودی برقمون دوستان عزیز، ورودی ولتاژی که برامون میاد. خب دوستان حالا نگاه کنید. بذار تا ما یه مقداری ولتاژ بهش بدیم. نگاه کنید دوستان، 700 800. بذار من این یکم کمترش کنم. نگاه کنید 800. تقریبا تا 1 آمپر بیشتر الان لامپ میسوزه دوستان عزیز. چیزی که من ساختم حدوداً 10 آمپر تحمل میکنه، یعنی تا 10 آمپر میتونه تحمل کنه. ما ورودیمون بهتون معرفی نکردم ورودیمون چقدر بود، چطوری بود دوستان گرامی. ورودیمون با این ترانس عزیزان، نگاه کنید. یه ترانس 3 آمپره ولی تا 4 آمپر هم میکشه. این ورودی یه پول دیود گذاشتم براش، چون من به تغذیه‌ام خرابه. من فعلا از این استفاده میکنم. این ورودیمونه با این ترانس دوستان. ورودیمون هم خود دیدی از ترانس بود. ورودی کارمون ترانس با یه پول دیود. الان من میخوام اول 1 آمپر براتو بگیرم ببینم تا چند آمپر، همون 3 یا 4 آمپر بیشتر نمیده چون ترانس ضعیفه. ولی این ترانزیستورایی که میگم تو تا 8 تا 10 آمپر تحمل میکنه، ولی به شرطی که هیتسینگش خوب باشه دوستان. یه هیتسینگ مثل این نه، مثل این اصلا تحمل نداره برای 10 آمپر. اگه بدید
ظرف 20 ثانیه 30 ثانیه گرم میشه و ترانزیستور میسوزه. خب عزیزان، ما بریم یه بار دیگه این کار رو برات اجرا کنم. همین که گفتم خدمتتون، گفتم که بذار تا من اینو بدم به مثبت، این دوتا لامپ بدیم به مثبت دوستان. یه بار اینو برات اجرا کنم، بعد خروجی اصلی براتو بگیرم. این فقط برای آمپره، صرفا برای آمپره. بعد این همه هم اصرار میکنن چند بار براتو میگیرم که متاسفانه اگه ما اگه ما ولت مترمون نسوخته بود این مشکل هم نداشتیم، خیلی راحت میتونستیم کار اجرا کنیم بدون دردسر. این همه دردسر هم نداشتیم. خب دوستان نگاه کنید، این برای سری مولتی متر میگم، اینو میزنید به مثبت، اینو میزنید به منفی. نگاه کنید دوستان. خب حالا ورودی هم میزنیم به همین منفیه دوستان. آمپر سریه دوستان، نگاه کنید. این دیگه مرحله آخره. بعد یه مرحله هم برای چیزتونم، برای خروجی ورودی اینا براتو بگیرم دوستان. دوباره تاکید میکنم اینجا ولتاژ، اینجا آمپره. قرمز آمپر، آبی ولتاژه. نگاه کنید ما الان ولتاژ بذار ببندیم، دوتاشون رو میبندیم الان. نگاه کنید، بذار تا من این نصفش باز کنم. خب حالا نگاه کنید، 1 آمپر تقریبا حدودا 2 آمپر میشه. نگاه کنید دوستان، 1 آمپر رو خورده تقریبا 2 تا لامپشون البته نگفته نمونید. حالا دوستان اینجا در نظر داشته باشید، نگاه کنید این مال آمپره. بذار تا من اینم یکم کمش کنم. این الان نگاه کنید این آمپرشه، چون لامپا ضعیفه بیشتر از این نمیکشه. خب حالا ما میخوایم اینو یکم چیز کنیم. حالا ولتاژ ما میخوایم یکم کم کنیم. نگاه کنید دوستان، ولتاژ میاریم پایینتر، آمپر میبریم بالاتر یه مقداری. به این شکل میشه دوستان عزیز. نگاه کنید به این شکل میشه. مشخصه این ولتاژ، اینم آمپر، اینم تا همین اندازه بیشتر نمیکشن اینو، بیشتر از این. خب دوستان ما اینو بذار تا کلن اینو قدش کنیم. خب حالا میخوایم یه ولتاژ هم بگیریم دوستان. خروجیمون چقدره دوستان عزیز؟ نگاه کنید این فقط دیگه میخوایم والت بگیریم دوستان. خب دوستان بریم تا یه ولتاژ هم بگیریم ازش دوستان. نگاه کنید خب الان چقدره؟ بذار تا من اینو ببندم. کلن اینم بذاریم رو. الان 26 تا داریم، 26 ولت دوستان. نگاه کنید 26 آمپر دیگه کاری نداری اصلا، کلا کاری با آمپر نداریم. حالا ما میخوایم کمش کنیم. بذار تا من 16 13 دوستان ناگفته نمونه، هر چقدر ورودی بهش بدی همون اندازه میده دیگه. حالا نگاه کنید دوستان 1 2 3 4 6 7 10 12 16 20 و 25 دوستان. همتون دوست دارم، همتون به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.